خب ما با اون مادر شوهر و عروسی که با هم مشکلی ندارن و مثل مادر و دخترن کاری نداریم. میریم سراغ دسته اول. یه شربت خوشمزه‌ای برای عروسم بیارم. خدای گریمار جوابه. مامان فدات شم، یه دقیقه پاتو بلند میکنی جارو بکشم؟ مبکی تمدش حضرت عباس خفتان به چهراتان نکردم. روله گوشتماری تیکه تیکه کم. چشم حتما. وای وای سرم خیلی درد میکنه. وای خدا. آینه مزارم چقدر از سرم دردمکه. مرمه چوتم